وقتی خواسته های مشتری ها از یه شرکت زیاد میشه میخوام بشم کنم نتیجهش میشه این. دوستان عزیز، آقا در خدمتتون هستیم با شاهکار اختصاصی برند هومتو. اینو چند تا شرکت با هم دیگه دست به دست هم دادن که یه چی تولید کنن که نباشه رو دستش. خود 775 خداییش نگاه کن، نشون نمیدم. بکوب لایکو ادامه ویدیو نگاه کنید. دوستان نگاه کنید متریال کارو، خداییش با همه سبک و با همه سلیقه میشه با این ست زد. یه متریال فوق العاده داره. شرکت اسپین وان اومده چیکار کرده؟ بند کارو حذف کرده. نگاه کنید دوستان، اینو میبینید؟ این شرکت اسپین وان طراحی کرده. اینم شناسنامه‌اش نگاه کنید. شرکت ایونت اومده براش پارچه طراحی و تولید کرده. پارچه کاملا گورتکس، به هیچ عنوان پاتون داخلش عرق نمیکنه. اینم باز شناسنامه‌اش، اینم شناسنامه کار، اینم خود مشخصاتش که حالا من چینیم خیلی قوی نیست ولی اینجا خیلی چیزا نوشته. دوستان به هیچ عنوان پاتون عرق نمیکنه. توی این کفش خیلی سبکه، برای پیاده روی، برای طبیعت گردی یه انتخاب فوق العاده است. واقعا جواب جلوی کار محافظ داره. نگاه کنید این قسمت محافظ داره. دور تا دور کار باز نوار خورده و یه مزیت داره، زیرش دو تیکه پیو لاستیکه. نگاه کن این پیوشه، انقدر نرمه این کفش خداییش. اینم که زیره اختصاصی خود شرکت هومتوه، به هیچ عنوان سر نمیخوره و یه متریال فوق العاده از این برند هستش. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشخصات کالا و قیمتش این پایین رو نگاه کن. برای دیدن ویدیوهای بیشتر هم حتما ما رو فالو کن و لایک کن. بیا فروشگاه در خدمت باش.